الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادران عزیز، لا شک ما زیاد گناه میکنیم، گناه بزرگ میکنیم، گناه کوچک میکنیم. باید هر چه سریعتر توبه کنیم، استغفار بکنیم، نگیم که گناهمون خیلی بزرگه، زیاد گناه کردیم، الله نمیبخشه. این حرفای شیطان هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید که هر چقدر که خیلی زیاد گناه کردی، از من طلب بخشش کن، من تو را میبخشم. اگر گناهانتم به نزدیک آسمان برسه، استغفار بکنی، الله همه گناهان رو میبخشه. سعی بکن زیاد استغفار بکنی، از شبهات، از شهوات دوری بکنی، چون که در این دور زمانه فتنه ها خیلی زیاد هست. سعی بکن که از این فتنه ها دوری کنی.